انقدر داستان و شعر درست نکنید. خودتان میخواهید سر همدیگر را کلاه بگذارید، چرا پای من را وسط میکشید؟ اگر من خدایم چرا موسی را بفرستم تا شنبه را تعطیل کند، عیسی را بفرستم بگویم یک شنبه و به مسلمان ها بگویم جمعه را؟ چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را در کلیسا یعنی خانه خدا راحت بنوشد و مسلمان به جای شراب شلاق بخورد؟ چرا یکی چادر سر کند و دیگری هیچ نپوشد؟ اگر من این خدایی که شما میگویید بودم، چرا باید بگذارم به اسم من کلید بهشت بفروشند یا دنیا را برای مخلوقات من جهنم کنند؟ خدایی که به عبادت محتاج باشد، خدایی که قسم بخورد جهنمش را از نافرمانان پر می کند، خدایی که تمام آنچه را در زمین حرام کرده در بهشت وعده می دهد. من نیستم، اشتباه گرفتید. اگر به دنبال من می گردید، مرا در عشق، مهربانی و بخشش، آگاهی و گذشت و راستگویی و انسانیت پیدا کنید. البته اگر به دنبال من می گردید. اگر شما هم با این متن موافقین، این پست